ساخت کروم اکستنشن با استفاده از چت جی پی تی کاملا رایگان. آیا تا به حال آرزو کرده اید که ای کاش می توانستم از طریق اینترنت پول به دست بیاورم؟ اما نمیدانستید از کجا شروع کنید؟ اگر پاسختان مثبت است، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. در این ویدیو برایتان یک راه بسیار ساده و مؤثر درآمدزایی آنلاین را معرفی می کنم. روشی که نه نیاز به سرمایه زیاد دارد و نه به مهارت‌های پیچیده تکنیکی. تنها چیزی که نیاز دارید علاقمندی به دنیای دیجیتال و کمی وقت است. بله، شما بدون نیاز به کدنویسی و دانش تخصصی برنامه نویسی، تنها با استفاده از نسخه رایگان چت جی پی تی می توانید یک کروم اکستنشن برای گوگل بسازید. آن را در کروم وب استور منتشر کنید و از آن درآمد دلاری داشته باشید. کروم اکستنشن چیست؟ اکستنشن یا کروم اکستنشن برنامه کوچکی است که قابلیت‌های مرورگر گوگل کروم را گسترش می‌دهد. برای نمونه، یک اکستنشن می‌تواند تبلیغات مزاحم را هنگام کار در صفحات وب مسدود کرده یا رنگ پس زمینه صفحات را تغییر داده و به کاربران کمک کند تا بهتر و خوبتر کار کند. این دو نمونه خیلی ساده از وظایف کروم اکستنشن می باشد. چگونه اکستنشن بسازیم؟ برای ساخت یک کروم اکستنشن ساده اما حرفه‌ای تنها به 3 ابزار یا 3 تول نیاز دارید. اول، چت جی پی تی نسخه رایگان. دوم، ویژوال استودیو کد برای ویرایش کدها. سوم، گوگل کروم برای آزمایش کردن یا امتحان کردن اکستنشن تان. برای شروع کافی است در چت جی پی تی یک پرامپت واضح بنویسید و از آن به طور مثال بخواهید که برایم کروم اکستنشن بساز که رنگ پس زمینه صفحات وب را تغییر بدهد. در کمتر از 1 دقیقه چت جی پی تی کدهای مورد نیاز مثل HTML، CSS و جاوا اسکریپت را برایتان تولید می کند. بعداً شما این کدها را در برنامه ویژوال استودیو کد کاپی گرفته و ذخیره می کنید. سپس در گوگل رفته و آدرس کروم اکستنشن را وارد کرده و با انتخاب گزینه لود انپکت اکستنشن خود را آزمایش می کنید. زمانی که از کارکرد آن مطمئن شدید، نوبت نشر آن می رسد. برای نشر کردن کروم اکستنشن تان، کافی است به کروم وب استور رفته و حساب وب دیولپر اکاونت ایجاد کنید و تنها با پرداخت $5 برای یک بار فایل زیپ شده اکستنشن تان را آپلود کرده و توضیحات و تصاویر لازم را هم در آن اضافه کنید. در آخر دکمه نشر یا پابلیش را میزنید و پس از بررسی تیم گوگل، اگر اکستنشن تان تایید شد، برای همه قابل دسترس خواهد بود. چگونه از گوگل کروم اکستنشن درآمد داشته باشیم؟ شما میتونید از طریق فروش نسخه پیشرفته اکستنشن تان یا نمایش تبلیغات بینری در داخل آن و یا همچنان دریافت کمک مالی یا دونیشن از کاربران تان درآمد کسب کنید. این 3 روش بسیار معمول و ساده است که اکثریت کاربران از آن میتونند استفاده کنند. برای وضاحت موضوع 2 نمونه واقعی از اکستنشن هایی که خودم به کمک چت جی پی تی ساختم را در این ویدیو برایتان نمایش میدهم. 1. Instant Word Definition. Instant Word Definition یک کروم اکستنشن است که به کاربران کمک میکند تنها با دبل کلیک روی یک واژه یا لغت معنا، مترادف، متضاد، تلفظ و ترجمه آن لغت را به چند زبان مشاهده کنند. این برنامه کوچک برای زبان آموزان، محصلین و نویسندگان بسیار مناسب می باشد. نسخه ابتدایی آن را رایگان می شود عرضه کرد و در آینده می توانم امکانات بیشتر مانند ترجمه صوتی یا قابلیت یادداشت برداری را به نسخه پولی آن هم اضافه کنم. فعلا در آن بنرهای تبلیغاتی قرار دادم و می توانم از تبلیغات شرکت ها درآمد کسب کنم. اکستنشن دوم Productivity Assistant می باشد. Productivity Assistant هم یک کروم اکستنشن مخصوص افرادی است
که زیاد در اینترنت فعالیت دارند. امکانات آن شامل حالت مطالعه یا ریدینگ مود، حالت تاریک صفحه یا دارک مود، هشدار برای وقفه و استراحت چشمان، فیلتر نور آبی یا بلو لایت فیلتر و تغییر رنگ و تنظیم اندازه فونت‌ها می باشد. در این اکستنشن هم از تبلیغات بینری برای درآمدزایی استفاده کردم. شما می توانید اکستنشن مشابه یا کاملا متفاوت بسازید، رایگان یا پولی عرضه کنید و از طریق آن درآمد داشته باشید. خب در آخر ویدیو قسمی که دیدید با استفاده از هوش مصنوعی رایگان مانند چت جی پی تی دیگر نیازی به یادگیری پیچیده برنامه‌نویسی نیست. تنها با انگیزه، خلاقیت و یک لپتاپ ساده میتونید محصولات واقعی دیجیتالی بسازید و آن را در بازارهای جهانی عرضه کنید و درآمد داشته باشید. این یکی از ساده ترین و سریع ترین راه‌هایی است که میتونید با چند ساعت کار به درآمد ثابت و بلند مدت برسید. در ویدیوی بعدی یک پلتفرم پیشرفته‌تر به نام IMS یا سیستم مدیریت موجودی را برایتان به معرفی خواهم گرفت که کاملا با کمک هوش مصنوعی و بدون دانش برنامه‌نویسی ساخته شده است. اگر علاقه‌مند دیدن آن هستید، لطفاً در بخش کامنت ها نظریاتتان را بنویسید. و اگر این ویدیو برایتان مفید بود، لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال سازید تا از ویدیوهای آینده با خبر شوید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.